بنده اینجا در منبر نماز جمعه حقایق رو باید بیان بکنم. من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل جسم ناقصی دارم. حالم بده، احوالم بده، امام و مقوایی دیدم، خودم و لگد مالی دیدم، خیلی بده. حالم بده، حالم بده، آقا رو با بیجامه دیدم، سرشو بی امامه دیدم، خیلی بده. حالم بده، احوالم بده، رفیقام و اسقاطی دیدم، خودم و توشون قاطی دیدم. حالم بده، شاکی شدم، تو این جلو عظمه مثل راکی شدم. حالم بده، احوالم بده، من که گیت شدم، تو مجلس نظام مثل حبیت شدم. حالم بده، احوالم بده، زایه شدم، پنیر بی مزه و بی مایه شدم، خیلی بده، خوب حالم بده. حالم بده، آقا من حالم بده، مشتبه و گازم زده، توی تیوی فشم نده، زحمه ها به هم بده، مشایی ملودی بیا، کجا اختلاف چیا،